متاسفانه چند روز پیش یکی از دوستا با من قصه کردن. باور کنیم بسیار زیاد متعجب شدم. یعنی این قسم قصه با ما زیاد میاد در بخش اینستیتوت قمر، سوالایی که خواهرای عزیز ما دارن، ولی این قسم یک انسان پست، باور کنین یک انسان بی‌وجدان، یک انسانی که هیچ عزت یک مسلمان و عزت نمیفهمن توی کار میکنن. یکی از خواهرها در کشورهای دیگه زندگی میکرد، با تیک تاکرها و قسم آشنا شدن. باور کنین یعنی من نمیخوایم این گپای ما سنسور کنم، یعنی هر چیزی که با ما آمده هم قسم میخوایم برتان کنم. این یک مثال نیست، مثال ها هستند. حتی در افغانستان، در کشورهای دیگه، یا کارشان چی است؟ به دام انداختن خواهرای عزیز. بس در تیک تاک مشهور میشن، دیگه میشن و خواهرای ما احساساتی هستن، فکر میکنن یک جوانی که برش دوست دارم و دیگه و بازی گپای شیرین زدن دیگه راه خود گم میکنن، فکر میکنن که زندگی ما همراه عظیمی نفر است، فکر کنین یک زندگی بهترین زندگی خود داشتم، باز نه گپ مادرم میشنون، نه از پدر، از هیچ کس نمیشنون. یک دام از خواهرای عزیز. باور کنین دام های دروغین عظیمی جوانای هستن. بایا زمینه همه چیز مساعد است. باور کنین ما جوانای را مشناختم که زمینه همه چیز، همه گناه، شراب، زنا، همه چیز برشان مسائل بودن، ولی بازم یا میخواستن دخترای دیگر را دام پردن. چرا؟ چون انسان دمو هر چیز حد چی قسم بردن اکستریم، یک چیز زشت دوست داره. مثلا اگر کسی را میخواین به قتل برسانن، بسیار با وحشت به قتل میرسانن. اگر یک چیزی میکنن، میخواین یک انسانی را یکی از دکتر صاحبا ما امرش امی گپ شریک ساختم، گفتن یا انسانای سایکوتایپ یا دیوانه واره هستن، دیوانه هستن، یا میخواین یک کاری کنن که از او لذت میبرن، از ویدیو ساختن خواهرها لذت میبرن، از تجاوز درشان لذت میبرن، بسیار کارهای میکنن. پس این ویدیو رو به خاطر از این کردم که خواهرای ما فریب تیک تاکرها و یوتیوبرها و حتی دعوتگرها و دیگر را نخونن. زندگیتان خودتان به دست خودتان تباه نسازین. بدون از اینکه شما کسی را نمیشناسین، امرایشان در اینترنت در تماس هستین، یا یک جوانی را که در کورس دیدین، یک جوانی را که در پانتون دیدین، یک جوانی را که یک چند گپ شیرین برتازن، فکر نکنین که او میخواین امرای شما عروسی کنن. این فکر نکنین که اونها میخواین شما هم سفر زندگیشان باشین. هرگز نه. در بعضی از تحقیقات اگه شما بخونین، جوانایی که بچه‌ای که امرای دخترایی که ارتباط داشتن هرگز عروسی نمیکردن. این بعضی ریسرچ سرازی شده که یک جوانی که امرای چند دختر یا امرای یک دختر ارتباط داره نمیخواد امرای از زندگی کنه. اگر بعضی از جوانای این هم یک تحقیق شده بود که امرای کدام دختر دوست دخترش بوده، امرایش عروسی کرده، واسه همه زندگی بالای شک میکرد که این میشه امرای کسی دیگه هم جور باشه، میشه امرای کسی دیگه هم، چون خودش یک انسان مریض است. پس از خاطر ازی برتون میگم خواهرای عزیز که در کشورهای دیگه زندگی میکنین، تنها زندگی میکنین، خواهرایی که در افغانستان، در کشورهای ترکیه و دیگه جای هستین، هوشیار باشین. اگر کدام جوانی با اخلاص فامیل خوب برتون میایه و میفهمین که اخلاق از او، دینداری از او، فامیل از او خوشتان آمده، به نکاحشان بله بگوین. و از جوانایی که قسم دام انداختن خواهرها را دام اندازن، از او دور باشین. په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومان ته مونږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ورزده کړو، همدا اوس په لاندیني واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.